الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، دوستای عزیز، سخن و یا درس امروز ما و شما در پیرامون احترام به والدین و حقوق والدین هست. یک صحابی پیامبر علیه السلام به نام علقمه هست. این علقمه طاعت و عبادت الله را سبحانه و تعالی را می نمود. در مسجد در عقب رسول صلی الله علیه و سلم نمازها را ادا می کرد به جماعت. ماه مبارک رمضان را هم به شوق علاقه و ذوقی که داشت روزه می گرفت. حضرت علقمه الله ازش راضی باشه مریض می شود و این علقمه رضی الله تعالی عنه مریضیش سخت می شود. خانمش کسی را نزد رسول صلی الله علیه و سلم روان می کند که علقمه در حالت جان کندن هست، شما تشریف بیاورید و تا کلمه شهادتین به زبانش جاری شود. رسول صلی الله علیه و سلم به مو علم ظاهری، به مو آگاهی ظاهری که داشت از وضعیت علقمه که نمازها را ادا می نمود، ماه مبارک رمضان را روزه می گرفت، به خاطر احترام علقمه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم 30 تن از صحابه را، حضرت عمار، صهیب و بلال رضی الله عنهم روان میکنه که بروید شما شهادتین با خود بگویید تا حضرت علقمه هم شهادتین را به زبان خویش جاری نماید. این 30 صحابه بزرگوار که آمدن نزد علقمه هرچی تلاش میکنن که علقمه شهادتین را به زبان خویش جاری نماید، نمیتوانه. پس آمدن نزد رسول صلی الله علیه و سلم، به رسول الله صلی الله علیه و سلم جریان را گفتن یا رسول الله، حضرت علقمه کلمه را گفتن نمیتواند، شهادتین بر زبانش جاری نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم جویای احوال می شود که آیا حضرت علقمه والدین دارد؟ زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم برش احوال میتن که علقمه یک مادر پیچ سفید دارد، رسول صلی الله علیه و سلم نزد ازی خانم می آید و پرسان میکند که وضعیت علقمه چطور بود؟ مادر علقمه میگه که یا رسول الله، علقمه اهل طاعت و بندگی بود، نماز خویش را ادا می نمود، روزه خویش را می گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وضعیتش با تو چطور بود؟ که تو که مادر هستی با تو وضعیتش چطور بود؟ علقمه میگه یا رسول الله، از من کرده این علقمه زنش را مقدم میدانست، من قلبا از این ناراض بودم. رسول صلی الله علیه و سلم برش توصیه میکنه که حالا وقت جان کندن هست. از علقمه راضی شد. مادرش میگه نه، راضی نمیشه. رسول صلی الله علیه و سلم بلال را میگه هزم جمع کو. علقمه پرسان میکنه یا رسول الله علیه السلام هزم را چی میکنی؟ میگه علقمه را در این هزم میسوزانم، آتش میکنم، در این آتش علقمه را میسوزانم تا که بداند که و عذاب دنیا از عذاب آخرت کرده به مراتب آسان‌تر هست. حضرت علقمه دیگه حالت ناگواری هست، مادرش اسمش ناراض هست. زمانی که این وضعیت جدیت نبی علیه السلام را مادر علقمه دید، گفت یا رسول الله علیه السلام من از علقمه راضی گشتم،
رسول صلی الله علیه و سلم کسی را به طرف علقمه فرستاد که بروید حالتش را ببینید که کلمه به زبانش جاری می شود یا خیر، مادرش از ته دل ازش راضی هست یا نه. زمانی که بلال روی حویلی می آید که از راه دور کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله بر زبان علقمه جاری است. وقتی که علقمه مادر علقمه از علقمه راضی گشت، کلمه شهادتین بر زبان علقمه جاری گشت. پس از این داستان ما درس میگیریم که بعد از الله سبحانه و تعالی و بعد از شرعیت حقوق والدین به ما و شما هست. هیچ کسی را، هیچ دوست را، هیچ عزیزی را از والدین کرده به هیچ چیزی مقدم نشماریم. و هر موفقیت که نصیب حال هر انسان می شود و هر انسانی موفق را که در دنیا می بینید از حالش جویا شوید، به دعای والدین موفقیت برش حاصل شده. پس الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد و ما و شما خود ما هم خود را گامزن بکنیم و نامزد بکنیم برای ادا نمودن حقوق والدین خویش. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.